لطفاً اگه 16، 17، 18، 19 یا 20 سالته هر چند مهم نیست، این ویدیو رو ببین یا نگه دار برای روزی که بیشتر از همیشه لازم داری بشنویش. چون اگه مثل من باشی، بدون شک به شنیدنش نیاز داری. تو اونقدر که فکر میکنی عقب نیستی. اصلاً عقب نیستی. فقط زیادی مشغول مقایسه قسمت کم نور خودت با هایلایت بقیه‌ای. همین. الان تو و من در بدترین نسخه‌ای هستیم که میتونیم باشیم، اما داریم تلاش میکنیم بهتر و بهتر بشیم. آره، بعضی‌ها سریعتر از ما جلو میرن. آره، میتونستیم بیشتر داشته باشیم، اما میتونستیم کمتر هم داشته باشیم و حتی بدتر عمل کنیم. کار شیطان اینه که فقط نیمی خالی لیوان رو نشونت بده. پس هر وقت حس کردی درگیر نیمی خالی شدی، این حرف رو یادت بیار. برگرد یکم عقب. وقتی بچه بودی، تنها آرزوت این بود که یک روز دیگر رو همونطوری که هست بگذرونی، بدون فکر کردن به مشکلات. 10 سال دیگه هم احتمالاً مشکلات امروزت برات بی اهمیت میشه. پس من برات آرزو میکنم که امروز رو همینطوری که هست زندگی کنی. میخوای باور نکن؟ حتی میتونی گارد بگیری. من اینجا نیستم که سخنرانی انگیزشی کنم. فقط حرف ساده‌ای بود. از یک انسان به یک انسان دیگه.